اگر میخوای خدا چیزی بهت بده، برای برادرت چیزهای خوب از خدا تقاضا بکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر کسی در خلوت خودش برای برادر و خواهر مسلمانش دعای خوبی کرد، خداوند فرشته‌ای در مقابل او میفرستد. همون لحظه ای که دعاش تمام شد، فرشته دست بلند میکنه به درگاه خدا، میگه ولک مثل ذلک، خدایا برای خودش قرار بده اون چیزی که برای برادر و خواهرش از تو تقاضا کرد. دعای من و تو به اجابت نزدیکتره یا دعای فرشته معصوم؟ اگر میخوای به چیز خوبی برسی، چیز خوب برای برادران و خواهران تقاضا بکن. اگر میخوای مشکلت حل بشه، برو مشکل دیگران حل بکن که گره زندگی تو حل خواهد شد. وقتی از خدا بچه طلب میکنید، اگه تازه ازدواج کردید، دست بلند بکنید، اینطوری دعا بکنید: خدایا فرزندی به من عطا بکن که در بدنش سالم باشه، در اخلاقش صالح باشه، در خدمت به دین تو و بندگان تو مصلح و مجاهد باشه. خدایا این فرزند رو با این اوصاف به من بده. و وقتی دادی، خدایا به عنوان سرباز بدون مرخصی خودت فرزند منو تو لیست مجاهدین دین خودت و راه خودت و نصرت بندگان خودت اسم فرزند من، چه دختر باشه چه پسر باشه، بنویس سرباز بدون مرخصی. خداوند 4 قطره رو دوست دارد. 1 قطره اشکی که از ترس خدا میچکد. بعضی از صحابه و بعضی از بزرگان وقتی که از ترس خدا اشک میریختن و نام الله میبردن، لرزه بر قلبشون میافتاد، چند قطره از دیدگانشون سرازیر میشد و دست میکشیدن، اون اشک کل صورتشون و ریششون رو میپوشوندن. چون چشمی که به خاطر ترس از خدا اشک میریزد، اون چشم با آتش جهنم یک جا جمع نمیشود. 2 قطره عرقی که در راه خدمت به دین خدا و خلق خدا از بدن تو خارج بشه. هرچند که بوش نزد ما و شما شاید بوی زیبایی نباشه، اما نزد خدا بوی مشکه. بذار عرقهایی که از بدن ما و شما در میریزه خدایی باشه، رنگ و بوی خدایی پیدا کنه. همیشه در حال عبودیت و بندگی باشید، در حال خدمت به دین خدا و خلق خدا و بندگان خدا باشید. 3 قطره خون قربانی که در روز عید قربان به زمین ریخته میشه، قبل از اینکه رو زمین بچکه نزد خدا اونجا میچکه. برای عید قربان برنامه ریزی بکنید، هر کدوم 1 گوسفند. اما 4 قطره خونی که از همه مهمتر و بالاتره، قطره خونی که به خاطر نصرت دین خدا از بدن ما و شما توسط ضربه یا نیزه یا تیری که از کمان دشمن و کافر خارج شده، بر نقطه از نقاط بدن تو وارد شده و اون ضربه شهادت بوده و در راستای نصرت دین خدا از تو خونچه خارج شده و شهید شدید. زیباترین نوع مردن شهادت در راه خداست. اگر من و تو با خدا صادق باشیم، الله با ما صادقه. از اون طرف دلهره نداشته باشیم، خداوند خلاف وعدش عمل نمی‌کنه. اگر قرار باشه که از کسی بترسیم و در جا بزن خودمونیم، باید از خودمون بترسیم که پایبند مسائلمون نباشیم، پایبند تعهداتمون نباشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کرده چند گروه. یکی از این گروه ها مردانی که خودشون شبیه زنها بکنن و زنهای از امتش که خودش شبیه مردا بکنن، چه در لباس، چه در راه رفتن، چه در طرز حرف زدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم به مردا میگه اخشوشنو. روزی 2 تکه بلند کرد
در جمع صحابه بلند کرد. در یک دستش حریر و ابریشم بود، در یک دستش طلا بود. گفت این دو چیز بر نران امت من حرامه. ابریشم به خاطر که لطیفه، به بدن میچسبه، موج داره، و طلا زینت زنه. خدا مرد کامل خلقت کرده. این دوتا بر نران امت محمد حرامه. امروز جوانان میبینیم انگشتر طلا، گردنبند طلا، همه گردنشونه. مرد باید صف باشه، محکم باشه. آدم تعجب میکنه تو بعضی مغازه هایی که نوشتن لوازم بهداشتی آرایشی، شما فکر میکرده که یه روزی تو یک مقطع زمانی زندگی بکنید که ناخنی که جزو فطرته باید قطع بشه، بره یه جای دفن بشه تو خاک؟ این ناخن جزو فطرت انسان هاست، کاری به دین نداریم که بگیم این املاعات اسلامه. ناخن تو وسایل مغازه های آرایشی و بهداشتی به فروش میره. دخترها میرن اونجا ناخن میخرن. ناخن. آیا از دخترامون خبر داریم؟ تو دکه تو مغازه ناخن میخرن، میچسبونن با چسب که ناخنشون بلند بشه. پدر میبینه انکار نمیکنه، برادر بزرگتر میبینه انکار نمیکنه. شنیدی بودید که مسلمان بره ناخن بخره؟ سبحان الله. در حق خودمون کوتاهی نکنیم، در حق فرزندانمون کوتاهی نکنیم. به خدا پناه ببریم از اینکه با سکته قلبی بمیریم، با ایست مغزی بمیریم، با سرطان بمیریم. از خدا بخواهیم که زندگی ما تحول آفرین باشه و مرگ ما تحول آفرین باشه برای بندگان خدا. بعضی از عزیزان میگن ما رو نوکر در بهشت بکنن، همون نگهبان در بهشت هم باشیم کافیه. نه، فردوس بطلب. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر بهشت از خدا تقاضا کردید، بهشت فردوس تقاضا بکن. بالاترین رتبه در بهشت فردوس اعلی است.